همراه من باش که قرار این سارافون ساده و قدیمی رو تبدیل کنیم به یک پیراهن مجلسی جذاب. این سارافون رو که یقه گرد و آستین حلقه‌ای داره و بسیار ساده هستش، من میخوام قسمت بالاتنش رو جدا کنم و در عوض از این پارچه پولکی که زمینه کار تورکش هستش و پولک‌های منسجم داره در بالاتنه و آستین از این پارچه استفاده کنم و تبدیلش کنم به یک پیراهن مجلسی. من قسمت بالاتنه رو نیاز ندارم، از کمر باید برش بخوره و فقط قسمت دامن رو احتیاج دارم. پس اولین کاری که میکنم میام طرح مورد نظرم رو که یک برش زیر سینه و حالت هلال هستش روی کار طراحی میکنم. اون قسمت بالاتنه رو جدا میکنم، میذارم روی پارچه. چون پارچه من حالت فولکش هستش، نیازی نیستش که لقی داخل حلقه آستین و پنس زیر سینه رو بگیرم، فقط کار رو کمی تنگتر در نظر میگیرم و بعد به این قسمت هفتی دامن وصلش میکنم به این حالت. بعد از اینکه بالاتنه پشت و بالاتنه جلو رو به دامن وصل کردم، حالا دور تا دور حلقه آستین رو اندازه میزنم و یک آستین تنگ و جذب براش طراحی میکنم. 2 تا از این آستین برش میزنم که به حلقه آستین بالاتنه دوخته میشه. بعد از اینکه آستین رو برش زدم، از این قسمت توری که از لبه ترکی پارچه اضافه داشتم میخوام به عنوان پاکدوزی درزها و همینطور پاکدوزی لبه یقه ازش استفاده کنم. بعد از اینکه کامل بالاتنه آماده شد، دور تا دور یقه رو با متر ایستاده اندازه میزنم، منهای 6 تا 7 سانت، یک نوار باریک در اندازه پهنای 4 تا 5 سانت برش میزنم و حالت اوریب دوزی به دور تا دور یقه میدوزم و پاکدوزی یقه‌مو هم انجام میدم و این هم میشه پایان کار. چطور شد؟ نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. اگر شما هم یک لباس بلا استفاده توی کمد لباساتون دارید، بهتره که تغییر کاربری بدید و بتونید مجددا از اون لباس استفاده کنید. امیدوارم که این آموزش براتون یه ایده باشه. پست رو لایک کن و برای دوستانت هم بفرست.